دست پدر سوی آسمان، ناگاه ز رزمگاه خبر شد. لحظه ای می دیدم رنگ حسینم پرید. ای وای سوال کرد حسین جان چرا مضطربی؟ صدا زد خواهرم مگر صدای علی اکبر رو نمیشنوی؟ داغ جوان کمر انسان میشکنه عزیزان. از امام صادق سوال کرد بهترین لحظه عمری پدر مادر که حضرت فرمود پدر مادر جوان رعنا و متدین داشته باشه، جلو چشمش راه بره، پدر مادر لذت ببره از زندگیش، از این ثمره زندگیش. حضرت سوال کرد بدترین لحظه که فرمود همین جوانش دست بده، همین ثمره زندگیش دست بده. قربانت برم یا ابا عبدالله، تا رسید کنار بدن جوانش. بعضی ها نوشتن چند قدم مانده به بدن علی اکبر رو زمین نشست. ای صدا بزد ولدی علی، ولدی علی، ولدی علی، خیز و